به شما سلام. امیدوارم که این آموزش رو تا انتها مشاهده کنید. نیاز هر وکیل هست که این آموزش رو دیده باشه. یک روزی توی سامانه عدلیران به کارش خواهد اومد. توصیه میکنم که حتما کلیدهایی که توی این آموزش به شما ارائه میشه رو حتما یادداشت کنید که بتونید همیشه در دسترس خودتون داشته باشید. برخی هستن از همکاران که لوایح، دادخواست، شکوایه رو داخل خود سامانه عدلیران تنظیم میکنن، ولی این کار به چندین دلیل اشتباه هستش. یکی این که ممکنه هر لحظه برق بره و شما کل اون مطلبی رو که نوشتین از دستتون خارج بشه، یا این که ممکنه سامانه بگه که اعتبار ورود شما منقضی شده و شما باید خروج کنید. لذا تمام مطالب خودتون رو توی ورد بنویسید و توی ورد داشته باشید. الان اینجا بنده اگر کلمه سلام رو بنویسم و بعد از تایپ مثلا یه خط جمله یا یه پاراگراف میتونم یه کنترل اس بزنم و مطلب خودم رو سیو داشته باشم. حالا هر جا که سیو بشه مهم نیست، مهم اینه که بنده مطلب خودم رو سیو داشته باشم. فرض کنیم که مثلا این مطلب رو میخوام توی دسکتاپ خودم داشته باشم. خب الان مثلا بازم کلمه خود مثلا رو بنویسیم، میتونم بعدش کنترل اس بزنم، دوباره مطلب سیو میشه. دقت کنید هر اتفاقی که میفته و بنده میخوام سیو کنم، اینجا بعد از کنترل اس یه تحرکی از خودش نشون میده سیستم. دقت کنید این نشون دهنده اینه که مطلب داره سیو میشه. خب حالا مطالب خیلی مهمتر رو میخوایم بگیم. اینجا کارکرد کنترل اس بود که توی سامانه اگه باشین از مزیت کنترل اس برخوردار نیستین شما و نمیتونین هر لحظه مطالب خودتون رو سیو نگه دارین. هر لحظه یه چیزی یادداشت کنید و کنترل اس بزنید. خب کلیدهای زیادی در این آموزش قراره به شما ارائه بشه. یکیش کلید کنترل آ هستش. کنترل آ کارکردش اینه که کل متن رو انتخاب میکنه. کل متن انتخاب شده الان، یعنی نیازی نیست که بنده با موسم از این ور بگیرم تا اون ور یا از این بالا شروع کنم تا اون پایین. یه کنترل آ بزنم کل متن انتخاب میشه. حالا اگه بنده کنترل ایکس بزنم برش میخوره متن، یعنی یه کپی بهم میده و متن از اینجا برداشته میشه اینجوری. اگر کنترل وی بزنم کل متن اینجا پیاده میشه. خب پیاده شد. مجدد اگر کنترل وی بزنم دوباره پیاده میشه، دوباره پیاده میشه، همینجوری. اگر کنترل آ بزنم کل متن انتخاب میشه، کلش انتخاب شد. بخوام کلش رو پاک کنم یه دیلیت میزنم کلش پاک میشه. اگر کنترل وی بزنم کلا دوباره برمیگرده و حیات پیدا میکنه. خب بریم سایر کلیدها رو هم تست کنیم. مثلا فرض کنیم ما یه مطلبی هست، فرض بنویسیم خدا. خب یه مطلبی رو اینجا بالا بیاریم. خب همینجا رو مثلا میگیریم کنترل سی میزنیم کپی میشه، برمیگردیم به ورد، یه کنترل آ میزنیم همه این انتخاب میشه. میخوام همین رو پاک کنیم. الان میتونیم همین متن رو پاک کنیم، بعدش کنترل وی بزنیم. همین که میتونستیم همونجا کنترل وی بزنیم، یعنی همونجوری که این متن انتخاب شده میتونستیم کنترل وی بزنیم و متن پیاده بشه. خب کنترل آر میزنیم که کل متن انتخاب بشه، چون متنمون رفته سمت چپ، از چپ داره شروع میشه. این اشکال نگارشی داره. کنترل آر میزنیم کل متن انتخاب بشه، اینو انتخاب میکنیم کل متن بیاد سمت راست. حالا این اولی رو انتخاب میکنیم، اینجا هم انتخاب میکنیم که آخراش هم مثل اون اولاش مستقیم در بیاد. اگه کنترل زد بزنم میاد عقب. نگاه کنید تمام حرکات بنده میاد عقب، هرچی که انجام دادم میاد عقب، کامل داره میاد عقب، داره به روز اولش برمیگرده. کلید کنترل زد کارش همینه، به عقب برمیگرده. حرکاتی که شما انجام دادید تماما به عقب برمیگردونه. حالا چه کلیدی میتونه ما رو به سمت جلو ببره؟ کلید کنترل وای. کنترل رو بگیرید وای رو بزنید، میریم جلو. دوباره
میریم سمت جلو. تمام کارهایی که بنده انجام داده بودم داره برام از نو پیاده میکنه. خب دیگه تا اینجاش بود. هر چقدر کنترل وای بزنم دیگه جلوتر نمیره چون اینجا انتهاش بود. پس کنترل زد برمیگردونه عقب، کنترل وای میبره جلو، کنترل آ همه رو انتخاب میکنه، کنترل سی کپی میکنه، کنترل سی کپی میکنه مثلا کلمه خداشناس رو. کنترل سی میزنیم کپی شد. اینجا میتونم کنترل وی بزنم هی، کنترل وی بزنم هی پیادش، هی کنترل زد بزنم هی برگرده، هی کنترل وای بزنم هی بره جلو. خب اینو داشته باشید. حالا میخوام این حرف رو بولد کنم. کنترل بی بزنم بولد میشه. اینو بولد کنم. کنترل بی. اینجا البته میتونید شما هم بزنید روی این و از این قسمت کمک بگیرید بولد بشه، ولی خب کنترل بی سریع‌تره. حالا میخوام یه کلید خیلی مهم یادتون بدم که فقط روی ویندوز های 10 و 11 هستش. رو ویندوز 7 و 8 جواب نمیده این کلید های میانبر. کلید پنجره یا همون ویندوز که ما بین کلید کنترل و آلت هستش، ما بین کلید های آلت و کنترل یه پنجره هستش. اون کلید رو اگر شما بگیرید و بعدش کلید وی رو بزنید، حالا چون واسه سیستم بنده فعال شده اینجا از شما یه ترن اون میخواد. میگه میخواید که کلیپ بوردتون روشن بشه، اگه ترن اون کنید این کلیپ بورد فعال میشه. آخرین کپی هایی که شما انجام دادین همشون بالا میاد. دقت کنید آخرین کپی هایی که انجام دادی شما همشون بالا میاد. میزنید روی این چسبیده میشه، دوباره کنترل وی میزنید روی این مثلا متن پیاده میشه. حالا بریم توی سایت چند تا مطلب دیگه بیاریم و بیشتر باش کار کنیم که شما هم به خوبی. خب من میخوام اینو کپی کنم به کنترل سی، اینم کپی کنم به کنترل سی، اینم کپی کنم به کنترل سی، اینم کپی کنم کنترل سی، اینم کپی کنم کنترل سی. همه اینا کپی شد. یه آلت و تب اگه بنده بزنم، کلید آلت و تب برمیگردم به ورد خودم. خب برگشتیم به ورد. میام این پایین. الان کلید ویندوز وی رو که بزنم کلیپ بورد بنده بالا میاد. تمام اون کلماتی که کپی کردم آماده من دارمش. چه زمانی خیلی به دردمون میاد این کلیپ بورد؟ زمانی که بخوایم شماره پرونده ها رو، اطلاعات رو، شماره پرونده ها رو کپی کنیم نگه داشته باشیم و بخوایم توی سامانه سریعا ما پیاده کنیم. مثلا اجازه بدید مثلا اینجا اطلاعات شخصی یکی از موکلام هست، بخوام اینو کپی کنم سریع کنترل سی، تاریخ تولدش رو بخوام کپی داشته باشم مثلا کنترل سی قسمت هم کنترل سی، مثلا شماره پرونده اگر این باشه کنترل سی. همه اینا رو بنده آماده دارم. وارد سایت که شدم فقط جایگزینی میکنم ویندوز وی، همه اطلاعات بالا میاد. خب این آموزش هایی هست که حتما یک روز به درد شما خواهد خورد. امیدوارم که این وقتی که گذاشته باشین براتون پشیمان کننده نبوده باشه و از بنده راضی باشین. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار شما.